آدما رو میبینی آخه با کشتی تور را انداختن، دریا رو کثیف کردن، بس نیست 1000 تا درخواست بی خودی هم دارن. استغفرالله استغفرالله. بابا ساله به نظر من سوء تفاهم شده. نیت بدی نداشتن. اگه بود من متوجه می شدم ولی نبود. عثمان تو ساکت شو، الان همه چی سر ما خراب میشه ها. یه روزی همه چی تموم میشه، فقط خانوادت میمونن کنارت. ما مجبوریم به خاطر خانوادمون یه سری فداکاری‌ها بکنیم. بعدش هیچ کس نمیتونه 2 تا برادر رو از هم جدا کنه. مطمئنم باریش هم بالاخره خودشو جمع میکنه. همه چی... من یه چیزی لازم دارم. کجاست؟ کره کو اینجاست. نه مرسی پسرم، دست درد نکنه، خدا خیرت بده. دست درد نکنه. زود باشید دیگه، برید دیگه. دختر برو ببینم با تو هم. برو دیگه. برو بهت میگم. خدا ظریفه رو رسون. عامر الان وقتش همه چی رو بری بگی. بفرمایید. زاب کله سهر اینو میخوام. چی کار؟ من یه چیز دیگه میخوام. همین خوبه.